زندگی بهترین آموزگار است. به انسان چون درس می دهد که تا آخر عمر فراموش نکند. با کسی هم نشینی مکن که در سرت منت می گذارد. تشکر به بعضی فروشنده ها که ما را فروختند. هیچگاه نگذار لطف امروزت وظیفه فردایت شود. من چگونه خود را تنها حس کنم هنگامی که الله با من است؟ آدمانی که در وقتهای سختی با تو بود فراموش نکن. لحظه های کودکیم را با بازی گذراندم، ولی باری فکر نکردم بعد از زندگی با من چی بازی میکند. مهربانی مانند برف است، همه چیز را میپوشاند و مانند برف همیشه زیبا است. زمان انسانها را عوض نمی کند. زمان حقیقت انسانها را آشکار می سازد. هیچگاه نگذار خاطرات دیروزه‌ات لحظه های امروزت را هدر دهد. نفس دنیا دستگیرت نیست. روزی ماجرا مال و ملکت از سرت ماند، دل را پاسدار. من زاری کسی شدم که بیزاری من است. زندگی بهترین آموزگار است. به انسان چنین درس می دهد که تا آخر عمر فراموش نمی کند. آنهایی که شکستن ما را می خواستند خنده ما را دیدند و خود شکستند. هیچگاه به گذشته بر نگرد، زیرا در آنجا همه چیز بی تغییر باقی مانده است. مهربانی منطق‌ترین گفتگوی زندگی است. زندگی همیشه عاشقانه نیست، گاهی باید عاقلانه زیست. هیچ وقت اشک دختری را نریزان، یک روز پدر می شوی، اشک دخترت نابودت می کند. هیچ وقت به گذشته کس مخند، زیرا آینده خودت را می دانی چی خواهد شد. هیچ وقت آرامش زندگیت را فدای حرف دیگران نکن، آنها تو را فراموش می کنند، اما این تویی که با حال بد زندگی می کنی. یگانه خطای ما در زندگی این است که به انسان‌های بی ارزش درد دل می کنیم.